به نام خدا، عرض سلام و ارادت. در این قسمت به بررسی و تحلیل بازی تیم ملی ایران و قطر می‌پردازیم. همچنین یک نیم نگاهی به بازی ژاپن و استرالیا، مخصوصا بازخورد اون رو مورد بررسی قرار میدیم و در نهایت هم مصاحبه سرمربی تیم ملی ایران رو بعد از باخت به تیم ملی قطر مورد بررسی قرار خواهیم داد. خب اگر بخوایم ترکیب تیم ملی ایران رو در واقع نام ببریم، به این صورت بود که در این بازی علیرضا بیرانوند توی دروازه بود، شجاع خلیلزاده، عارف آقاسی، صالح هردانی، میلاد محمدی، محمد کریمی که البته محمد کریمی توی دقیقه 46 با سامان قدوس تعویض شد، سعید عزت اللهی، امیرحسین حسین زاده. خب این فرد رو هم دقیقه 46 با روزبه چشمی تعویض شد. مهدی تامینی، محمد مهدی محبی، علی پور و علی نعمتی که جای علی پور دقیقه 39 به بازی. اما اگر بخوایم به خلاصه کوتاهی از بازی بپردازیم، بدین صورت شد که تو دقیقه یک شوت نچندان قدرتمند عارف آقاسی رو داشتیم که در اختیار مشعل برشام دروازه‌بان عنابی پوشان قطر قرار گرفت و دقیقه 11 هم در واقع حمله جدی قطری‌ها رو داشتیم که با ارسال توپ از جناح راست رقم خورد و بدون اینکه بیرانوند موفق بشه توپ رو دفع یا مهار کنه، توپ عرض دروازه ایران رو طی کرد و راه به جایی نبرد و البته هیچ بازیکن قطری هم اونجا نداشت، در واقع نبود که تاثیرگذاری داشته باشه. دقیقه 16 موزلی در واقع یه پاس به بیرون توپ رو کاشت، اما احمد نتونست از اون توپ گل بسازه و ضربه خطرناک این بازیکن از بالای دروازه بیرانوند به بیرون رفت. اما نقطه عطف داستان دقیقه 35 بود، جایی که میلاد محمدی کارت زرد دوم رو گرفت و از بازی اخراج شد در مساف با جونیور. میلاد محمدی شاید خیلی بد اخراج شد، چرا که دقایق قبل کارت زرد اولش گرفته بود و نیازی نبود مثلا در اون صحنه که تو دقیقه 35 اتفاق افتاد در واقع اون خطا رو پای جونیور انجام بده و بعد از اون اخراج بود که تیم ملی ایران در واقع دست و پا بسته عمل کرد و اتفاقات بدی در ادامه راه براش افتاد. تو دقیقه 38 ضربه فنی اکرم عفیف با واکنش علیرضا بیرانوند همراه شد و توپ به کرنر رفت و در واقع اکرم عفیف شگردی که داره اینه که توپ رو توی عرض حرکت میده و ضربه فنی با پای راست در واقع میزنه که این حرکتش رو توی جام ملت‌ها هم دیدیم که بیرانوند از همین حرکت قبلا گل خورده بود. اما تیر خلاص رو در دقیقه 41 تیم قطر به ثمر رسوند و در واقع پدرو میگل این گل رو برای قطری ها ثبت کرد، در حالی که همه روی معز علی و اکرم عفیف تمرکز کرده بودن. پدرو میگل گل رو به ثمر رسوند. نحوه به ثمر رسوندن گل هم به این صورت بود که در واقع فضای خالی پشت مدافعان ایران باعث شد توپ به میگل برسه و این بازیکن قصد داشت از کنار دروازه ایران با پاس رو به عقب توپ رو به بازیکن‌های همتیمیش برسونه، اما قبل از هر چیزی توپ به مدافعان ایران برخورد کرد و مجددا در واقع توپ به پدرو رسید. ضربه اول رو بیرانوند دفع کرد، اما در برگشت توانست گل اول بازی رو به ثمر برسونه.
این گل هم در زاویه بسته به ثمر رسید و در واقع همونطور که در تصویر مشخصه تو از کنار در واقع کنار دست بیراقان وارد از یک فضای خیلی کوچیک وارد دروازه شد. در ادامه هم سرمربی تیم ملی قطر که به تازگی هم سرمربی این تیم شده به نام لوپتگی که سابقه سرمربیگری تیم رئال مادرید را هم توی کارنامه خودش داره، در واقع تونست با تعویضای خودش بازی رو حفظ کنه و از تک گل خودش حفاظت کنه. گرچه ما تک توک تونستیم یه سری موقعیت‌هایی ایجاد کنیم، اما این موقعیت‌ها کافی نبود که به گل برسیم. از جمله اینکه دقیقه 59 موقعیت خوبی نصیب مهدی طارمی شد، در واقع پاس قدوس به خوبی به این مهاجم رسید اما توپ روی پای مهدی طارمی جفت و جور نشد تا این بازیکن تعادلش رو از دست بده و در واقع موقعیت گل مساوی از دست بره. همچنین دقیقه 92 سانتر خوب سامان قدوس میرفت تبدیل به موقعیت خطرناک بشه، اما قبل از همه مدافعان قطر روی توپ اثر گذاشتن و اون رو در واقع به کورنر تبدیل کردن و در نهایت امیر قلعه‌نویی باز هم در مقابل قطری ها شکست خورد. اگرچه ما در واقع تو همین مقدماتی جام جهانی دور رفت که توی تهران برگزار شد این تیم رو 4-1 بردیم با اون گل معروف سردار آزمون، اما مجددا در واقع باختی که داشتیم مقابل این تیم در واقع احتمال خیلی زیاد انتقادهای خیلی زیادی روی این سرمربی بیاره و او رو زیر فشار انتقادات خواهند گرفت، چرا که ما توی جام ملت‌ها هم در واقع بعد از اینکه ژاپن رو برده بودیم و خیلی از ما امید داشتیم به کسب جام قهرمانی بعد از 50 سال، اما باز هم مجدد به دست همین قطری ها در واقع حذف شدیم و برای سال دوم در واقع قطری ها تونستن در 2 سال پیاپی قهرمان جام ملت‌های آسیا بشن و این شکست تلخ‌تر شد چرا که در اون سوی میدان استرالیا تونسته بود 1-0 ژاپن رو ببره و در واقع این فرصت برای ایران وجود داشت که بتونه رنگ اول آسیا بشه و این رنگ اول آسیا صرفا رنکینگ نیست بلکه توی سید بندی هم تاثیر خواهد گذاشت، که در واقع وقتی که رنگ یک تیم بالاتر باشه در سید بندی در سید بهتری قرار خواهد گرفت و در نتیجه در گروه با تیم های ضعیفتری قرار خواهد گرفت و در نهایت در واقع به راحتی میتواند صعود کنه توی مرحله اول مقدماتی جام جهانی، توی مرحله در واقع اول جام جهانی. و موضوعی که وجود داشت این بود که تیم فوتبال ایران میتونست با پیروزی برابر قطر پس از 896 روز به صدر آسیا در رنکینگ فیفا صعود کنه و یکی از دیدارهای هیجان انگیز دور نهم مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال استرالیا موفق شد با نتیجه دور از انتظار 1-0 ژاپن رو شکست بده. این برد ارزشمند برای کانگوروها نه تنها باعث شد آنها گام بلندی به سمت صعود مستقیم به جام جهانی بردارند، بلکه روند شکست ناپذیری ژاپن را در آسیا نیز پس از 488 روز متوقف کرد. ژاپن از در واقع پیش از این بازی صعودش به عنوان تیم نخست گروه قطعی شده بود. با وجود حفظ صدر جدول از جنبه‌های مختلف متحمل ضربه شد. شکست ساموئل‌ها مقابل استرالیا نه تنها روی این تیم را تحت تاثیر قرار داد بلکه پیامدهای مهمی در رنکینگ جهانی فیفا برای آنها به همراه داشت. ژاپن با این شکست 14.83 امتیاز از دست داد و 2 پله در رده‌بندی جهانی صعود کرد تا به جایگاه 17 برسد. اهمیت این صعود زمانی بیشتر می شود که بدانیم رتبه جهانی تیم‌ها در رنکینگ فیفا مستقیما بر سیدبندی قرعه کشی در مرحله
نهایی جام جهانی تاثیر می‌گذارد. بنابراین ژاپن با این باخت شرایط خود را برای مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی به خطر انداخته است. و نکته جالب توجه اینه که ایران تو جام ملت‌های آسیا هم شانس داشت که به صدر رنکینگ در واقع دست پیدا کنه و شاگردان امیرقلعه‌نویی در اون رقابت هم با شکست دادن ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی تنها یک برد دیگر تا صدر آسیا فاصله داشتند. و نکته جالب توجه تر که اونجا هم قطر در واقع از برد ما جلوگیری کرد و همزمان از رسیدن ما به رنک یک آسیا جلوگیری کرد. شکست تلخ 3-2 مقابل قطر در نیم نهایی نه تنها رویای قهرمانی رو نابود کرد بلکه فرصت تاریخی صعود به صدر رنکینگ فیفا رو هم از بین برد. و امشب دوباره این قضیه تکرار شد توی روز پنجشنبه و ایران مجدد که شانس در واقع به دست آوردن رنگ یک آسیا رو داشت به دست قطر در واقع بازی رو باخت و در شبی که ما میتونستیم در واقع به راحتی به در واقع صدر اول آسیا برسیم، چیزی که بعداً شاید این فرصت به این راحتی به دست ما نرسه، ما باختیم و این فرصت رو به راحتی از دست دادیم. اما نکته جالب توجه اینه که با اینکه ژاپنیا بعد از این همه مدت در واقع یک باخت آوردن، در واقع رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن در واقع انتقادات سنگینی رو داشت بابت این باخت و در حالی که شکست مقابل استرالیا در واقع میتونست باعث پیش گرفتن ایران از ژاپن در رنکینگ فیفا بشه، از کسب این نتیجه توسط تیم ملی کشورش انتقاد کرد. ژاپنی‌ها بعد از این باخت ظاهراً تازه متوجه شده بودند که ممکنه با توجه به نتیجه‌ای که در بازی ایران و قطر رقم می‌خوره جایگاه خودشون رو به عنوان تیم اول آسیا در رنکینگ فیفا از دست بدن. به خاطر همین رئیس فدراسیون ژاپن که از این بابت ناراحت بود به شکل غیر منتظری صریحاً از تیم ملی کشورش انتقاد کرد و گفت تیم ملی ژاپن همیشه باید روی نتیجه تمرکز داشته باشه، فارغ از اینکه یک بازی تشریفاتی است یا نه. و میاموتو رئیس فدراسیون ژاپن در پایان مسابقه تیم ملی این کشور به خبرنگاران گفت به نظرم رنکینگ فیفا خیلی اهمیت دارد، چرا که در قرعه کشی جام جهانی جایگاه‌ها بر اساس این رنکینگ رقم می‌خورند. تیم ملی ژاپن باید در همه حال روی نتیجه بازی‌ها تمرکز کافی داشته باشد، چه یک بازی برای صعود مهم باشد یا نباشد. با اعلام فیفا قراره که سید بندی تیم‌ها توی جام جهانی 2026 با توجه به رتبه اونها در رنکینگ فیفا انجام بشه. تیم‌هایی که در سید اول قرار می‌گیرن شانس بالایی دارن که در مرحله گروهی با قدرت‌های بزرگ دنیا روبرو نشن، به تبع به راحتی صعود کنن در مرحله گروهی. ژاپن تا پیش از بازی‌های امروز در رتبه 15 رنکینگ قرار داشت و قاعدتاً در گلدان دوم قرار می‌گرفت، اما باخت ژاپن به استرالیا باعث شد که امتیاز این کشور 14.83 واحد کاهش پیدا کنه و نتیجه ژاپن با 2 پله سقوط در واقع پشت سر کشورهای آمریکا و مکزیک قرار گرفت. از همه مهمتر برای ژاپنی‌ها این بود که تنها 2 امتیاز بیشتر از امتیاز در واقع ایران داشتن و ایرانی‌ها اگر امروز میتونستن قطر رو در واقع ببرن، در واقع ژاپنی‌ها میتونستن جایگاه اول خودشون تو آسیا رو هم حتی دست بدن. همچنین مهدی طارمی پس از این شکست در مصاحبه‌ای که داشته گفته که ما کلی بازیکن مصدوم داشتیم و در مورد عملکرد تیم که در واقع خبرنگار ازش پرسیده بود در پاسخ پرفورمنس تیم در واقع به این صورت پاسخ داده که ما کلی بازیکن مصدوم داشتیم و اظهار داشته که در ابتدا بازی خوب بودیم، اما بازی برای ما بعد از گرفتن کارت قرمز
سخت و همچنین این برد رو به تیم ملی قطر تبریک بود. همچنین در ادامه در واقع صحبت‌های سرمربی تیم ملی ایران امیر قلعه‌نویی رو در واقع خدمت شما خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک میگم به تیم قطر. بازی بسیار خوبی بود. تا تیم بازی تاکتیکی کردن. سرعت بازی هم خیلی خوب شروع کردیم. کنترل بازی رو در اختیار داشتیم. ولی دو سه تا اشکال بود. اشکال این که به ذهن من تو اینجور بازی ها باید داور از شرق آسیا بذارن و ترجمه که داوری داشته بودم که یه مدلی قضاوت کرد که تیم رو عصبانی کرد و خطاهایی که میگرفت و کارت میداد همون مدل خطا رو برای تیم قطر یا نمیگرفت یا به راحتی ازش میگذاشت کارت هم نمید. این تقریبا اون اعتماد به نفس تیمی ما رو با کارتا و اخراجی که کرد تا یه حدودی بقیه برده. ولی ما در نیمه دوم با تغییراتی که داریم تقریبا کنترل بازی رو در اختیار گرفتیم. ایجاد موقعیت به حریف ندادیم و یکی دو تا موقعیت خصوصا مهدی طالبی موقعیت خیلی خوبی رو داشت که استفاده نکرد. یه ایراد دیگه ما داشتیم. ما توی این اردو در 25 لیگمون تعطیل شده و مجبور شدیم 3 گروه بازیکن دعوت کنیم که خب این خیلی به ما لطفه زد، چون تقریبا نزدیک 20 روز بازیکن‌ها شرایط مسابقه دور بودن. حالا شاید مثلا تیم قطر هم لیگ زود تموم شده ولی اونا کل تیمشون رو در اختیار داشتن، ولی ما مجبور شدیم 3 مرحله بازیکن دعوت کنیم که اینا به ما لطفه زد. در مجموع بازیکن‌ها هم خسته نباشن، خیلی تلاش کردن، مخصوصا نیمه دوم در حریف تقریبا موقعیت گل ندادیم، یعنی میتونستیم بازی رو هم مساوی کنیم. ولی اون چیزی که ما رو خیلی اذیت کرد سوتایی بود که داور سوتی زد و آرامش تیمی ما رو نتیده. ولی بازم باید داور گروهشون تشکر میکنم، ولی بهتر بود از شرق آسیا برای این موضوع داور میذاشتیم. بازیکن‌های اصلی محسن توی اردو نبودن، ولی اون جوانایی که بودن ما رو با آینده خیلی امیدوار کردن و به هر حال اخراج بازی تفکرات تاکتیکی ما رو به هم ریختش. ولی جوانای ما تا موقعی که توی زمین می‌بودن خیلی خوب بودن. خب جوان باید اشتباه کنیم. مثلا رو گلی که ما خوردیم وینگ چپ ما باید با یارش می‌اومد، نه همون منتظر گل شد. ولی بالاخره جوان بازی دادن این هزینه‌ها رو هم داره، ولی در مجموع خوب بودن. با اینکه تیم یه چیزی حدود 60 تا 10 نفری بود، من فکر می‌کنم جوانان تا موقعی که تو زمین بودن اون چیزی که ما ازشون می‌خواستیم انجام دادن و بازی بهتر بشه. خب صحبت‌های امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران رو هم شنیدید. ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو در واقع تماشا کردید. همچنین ممنون میشم که نظر خودتون رو در مورد این بازی، در مورد امیر قلعه‌نویی و در واقع ادامه کار در واقع توی کامنت ها بنویسید. همچنین لایک و سابسکرایب کانال هم فراموشتون نشه و میتونید زنگوله رو هم فعال بکنید که در واقع و روی آل بذارید که نوتیفیکیشنش بیاد برای شما هر زمانی که من در واقع قسمت جدیدی رو آپلود کردم و بتونید سریعا آگاه بشید و ببینید.